بسم الله الرحمن الرحیم. امام رسول و پیشوای سبیل، امام رسول و پیشوای سبیل، امین خدا محبتی جبرائیل، کلیمه که چرخی فلک توری اوست، همه نورها پرتوی نور اوست. یتیمی که ناکرده قرآن درست، کتابخانه چند ملت را بشوست. نماند به زندان دوزخ اسیر، کسی را که باشد چنین دستگیر. نماند به زندان کسی در گرو، که دارد چنین سیدی پیش رو. نمیدانم کدامین سخن گویمت، که بالاتری از آنچه گویمت. چه وصفت کند سعدی ناتمام، علیک السلام یا نبی السلام. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد. حضرت میگوید نمیدانم کدامین سخن گویمت، از کدام جمله، از کدام برنامه در اطراف تو من سخن گویم. نمیدانم کدامین سخن گویمت، که بالاتری از آن چه گویمت. هر چیزی میگم از او بالا هستی. خدای مهربانین صلوات ما را بر روح پاک این حبیبت محمد صلی الله علیه و سلم برسانی. پیش از آنی که موعظه امروزه را اعلان کنیم، یک جایه با شما دعا میکنیم که خدای مهربان امروزه عبادت های ما را، علل خصوص این نماز جمعه ما را ضایع مگرداند و خداوند این عبادت های ما را به درگاهش مقبول بگرداند. در نامه اعمال ما خدای مهربان ثواب این نماز جمعه را کتابت بفرماید و روز قیامت ما را از جمله نمازگزاران، علل خصوص نمازگزاران جمعه، سربرداشتند خداوند موفق ما بگرداند و تمام نیکی ها و مهربانی هاش پروردگار بالای ما روا بیند و تمام سختی ها و خجالت و شرمندگی ها را در روز قیامت پروردگار از بالای ما برداشته بگردانی. گذشتگان ما را خدای مهربان رحمت و مغفرت بگردانی. فرزندهای ما را خدایا توفیقشان را رفیق بگردانی و خدایا این تاجیکستان ما را باز هم آباد و زیبا بگردانی. رئیس جمهور که برای بهبودی این ملت تاجیک، برای این دولت تاجیکان سعی و کوشش دارد، خدایا ایشان از کل آفتهای زمینی و آسمانی در حفظ و امانت نگه بداری. و امروز که این شهر کولاب ما در عرفه عید قرار دارد، خدایا این عید با یک آرامی و با یک صلح آشتی و با یک دیگر فهمی و با چهره های خندان خدایا انجام یافتنش برای این مردم ما نصیب و روزی بگردانی. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا و کفر عنا سیئاتنا و توفنا مع الابرار برحمتك یا ارحم الراحمین.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظیم. آیتی که برای شما تلاوت کردیم و به سمع شما رسانیدیم از سوره مبارکه بقره است که این آیت برای آن کسانی که صبر کننده در مصیبتند چه بشارتی بلند را خبر می دهد. از این آیت تلاوت شده برای ما معلوم شد که موضوع امروزه ما صبر در مصیبت و صبر از معصیت می باشد. صبر به سه قسم تقسیم می شود. صبر بر طاعت می شود، صبر از معصیت می شود، صبر در بلا و محنت می شود. پیش از آنی که این آیت کریمه را مفصلا برای شما تحلیل کنم، می خواهم که یک چند مصرع حضرت مولوی جنونی در اطراف مصیبت ایجاد کردن بر شما تلاوت کنم. جهان جای گداز دوستان است، جهان جای گداز دوستان است، زی دنیا به دشمن بوستان است. ندید فرعون کافر درد سر را، ندید شدادیانش چشم تر را. به آدم توبه اینا ظلمنا، نگر نوحش به نوحه رنج دریا. ببین چرچیس را هر دم کشتن، خلیل الله را در بین گلخن. تنی ایوب با کرمان گرفتار، چیسان با لوط قومش داد آزار. به فرق زکریایش اره تیز، بیاض گردن یحیاش خونریز. بشد زندان به یونس بطن ماهی، بیابان شد کشن دریای موسی. حبیبش را کند خونریز دندان،